زنگو برای چی گذاشتی؟ چه خبره؟ بشینین سر جاتون. من اومدم. صبحتون بخیر بچه ها. ما از امروز یه معلم جدید داریم. سلام، اسم من آقای پارکره و ما همه امروز خیلی خوششانسیم چون این کلاس فیزیک و فیزیک محشره. تا را فکر کردین که چطور یه سری از حشرات و پرنده ها و خزندگان میتونن انقدر راحت روی آب بدوئن؟ جوابش 2 کلمه است: کشش سطحی. دستشویی. باشه. خب کشش سطحی به خاطر انسجامیه که وجود داره. حالا در شکل یک معادله کشش سطحی گاما میتونه به عنوان انرژی موازی که به سطح مایع وارد میشه محاسبه بشه. F تقسیم بر طول یعنی همون L برابر با انرژی که به روی خط وارد میشه. کسی میدونه؟ من به کمکتون نیاز دارم. آقای مورالس بودید دیگه، درسته؟ مطمئنید این چیزی نیست که تنهایی بتونی از پسش بر بیای؟ مطمئنم. خیلی خوب بچه، فصل 4 رو بخونید یا 5 یا هر کدوم که دوست دارید. مایلز، من به این کار احتیاج دارم. اگه مدیر برگرده و ببینه من سر کلاس نیستم حتما اخراجم میکنه. میدونم ولی باید اینو ببینی. جینداب با افتخار تقدیم میکند. مارکو چرا امروز آخه؟ من قطعا اخراج میشم. مدیر دوبلاژ محمد زحمتکش، مترجم معین گودرسی، تهیه کننده و امور فنی میلاد اشرفی پور. مدیر آواز همین الانشم به خاطر اینکه امروز دیر اومدم از هم متنفره. داداش بهت گفتم که سر وقت بیا. اشکالی نداره، قبل از اینکه کسی بفهمه برمیگردیم. خوبه چون با مشاور مدرسه راجع به نامه دانشگاه جلسه دارم. مقالتو تمام نکردی؟ پس بیا زودتر بریم اونجا با کلک مارکو رو بکنیم. سلام بچه‌ها، بهتره سریعتر برید پایین شهر. داریم از بروکلین میاییم. جیسون دست و بالاتو تو بیوگل بسته؟ هنوز باورم نمیشه که جی خودمون الان رئیست شده. اصلا نمیدونی چقدر عاشق حکمرانیشم. نه ترس، کم کم با هم کنار میاییم. مطمئنم. خب مارکو چه شده؟ چند سالی بود ازش خبری نبود. اینطور که شاهده گفتن داشته تو خیابون برادوی میدویده و هزیوم میگفتن که عصبانی بوده، انگار دیوونه شده و توهم زده، انگار یهویی منفجر شده. پسر امیدوارم بتونیم آرومش کنیم. قبلا آدمایی که اینطوری کنترلشون از دست میدن و دیدم، حواستون رو جمع کنیم. خوبه که الان 2 تا مرد عنکبوتی داریم. موفق باشید. ممنونم جی. فکر کنم به اون وسیله جدیدی که طراحی کردیم هم نیاز پیدا کنیم. امکان نداره، اونا هنوز آزمایش نشدن، تازه نمونه اولیان. ولی آوردیشون دیگه، مگه نه؟ جوابی نمیدم. پیداش کردیم. خدای من، مرد شنی اونه؟ امجک شوخی نمی کرد. باید کمکش کنیم قبل از اینکه به کسی آسیب بزنه، از جمله خودش.
چیه؟ سرشو گرم کن، من یه فکری دارم. اوه بی خیال. بعد از این همه سال هنوز هم عصبانی؟ خب یکم یوگا کار کن. نه فکر کنم پرتاب دیسک دوست داره. فکرت همین بود؟ من که نگفتم فکر خوبیه. امروز قرار بود یه روز عادی باشه که فیزیک درس بدم. تو اتاق معلمان صحبتای مسخره بکنیم. همه چیز تحت کنترله. گرفتمت. مرد عنکبوتی، میشه لطفاً بسه منو تحویل بگیری؟ داره داغ میرسه. گرفتمش. مارکای کوچولو، کاش که منم میتونستم این کارو بکنم. آقا یه حالت تعوار رسوندم پایین، ولی بعد از اینکه رو لباسم بالا آورد. فقط خودش نیست، مرد شنیایی کوچولوش هم الان اینجان. چی گفت؟ از این کارم بلده؟ نه باید دست کم میگرفتیمش. آقای پارکر، ببخشید به چون نیاوردم. مدیر بانس هستم. درسته مدیره. همه دانش آموزا کلاس رو ترک کردن. شما کجایید؟ آقای پارکر، من فقط یه چیزی تو ماشینم جا گذاشتم. این صدای چی بود؟ هیچی، فقط جواب داد. منظورم اینه که من همین الان دارم برمیگردم. یا برگرد اینجا و دانش آموزاتو مدیریت کن، یا اینکه خودت میدونی. این اصلا خوب به نظر نمیاد. تقریبا رسیدن. تو وضع چطوره؟ مایز مدیر بانس زنگ زد. وای پسر، یعنی منو تعلیق میکنه؟ تو فقط یک کلاس رو پیچوندی، ولی من دانش آموزامو توی یه موقعیت فوق اضطراری تو مدرسه ول کردم. آره تو کار تمومه. مرد شنی، همیشه از این اسم بدم می اومد. میدونم از دستم عصبانی هستی. این موضوع هیچ ربطی به تو نداره. منو تنها هم بذار. من میخوام کمکت کنم، ولی قراره یکم درد داشته باشه. فکر کنم از دیدار دوباره تو خوشحال نشد. آره خیلی اهل خاطر بازی نیستش. تنها هم بذارید وگرنه میکشمتون. بهمون گوش نمیده، باید سر عقل بیاریمش. چطوری؟ اون عذاب با ترفره، چونها شکم نمدار شدن. پس با این حساب باید از الکتریسیته دوری کنه. زدی وسط خال. حسابی دردش اومد، ولی بازم آب نیاز داریم. من تو سوار نگهش میدارم تا وقت جرقه زدن بشه. پس منم میرم آبا سرازیر کنم. گیت شده، الان وقتشه. اینجا کسی آب سفارش داده؟ مردن که بودی مراقب باش. نه 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 نه.
از دست رفتی. به این راحتی ها نمیشه از دستم خلاص شد. الان نوبت گنکیه که جادوشو رو کنه. گنکی اونجایی؟ پسر این دیگه تهشه. میدونم رفیق ولی گوش کن. ما بگیم منبع آب بزرگ نزدیک وال استریت نیاز داریم. بذار یه نگاهی بهش بندازم. مراقب خودت باش رفیق. شما هم همینطور آقای پارکر. ممنونم. صبر کن. چی؟ اون میدونه؟ آره گنکی همه چیو میدونه. تازش ما سر کلاس خیلی عجیب غریب بودیم. میدونستم نباید تو مدرسه نخبه ها معلم بشم. میشه یکم شن قرض بگیرم؟ پیشبینی وضعیت آب و هوا چطوره مرد عنکبوتی؟ 100% احتمال بارش باران. آمده دقیقاً جایی که میخواستیم. بچه‌ها مخزن آب بالای ساختمون مدیسون میتونه کارو در بیاره. خیلی بزرگه. حدود 10,000 گالون آب تو اون مخزنه. فهمیدم. ممنونم گنکی. نباید خودتون رو قاطی میکردی. هنوزم فکر میکنی اومده دقیقاً جایی که میخواستیم؟ اعتراف میکنم که یکم شد حرفشو زدم. حس میکنم داره همینطوری بزرگتر میشه. فقط برای دیگه چیزی نمونده. اینم از مخزن. مرد عنکبوتی. من فقط یه زندگی عادی میخواستم، درست مثل بقیه. ولی راهش این نیست مارکو. برای یکی مثل من راه دیگه ای وجود نداره. داره از کنترل خارج میشه. پیتر پس چی شد؟ سر از بیرون در بردم. همینطوری بیا بالا. من روی پشت بوم میبینمت. مخزن آب تنها امیدمونه. پس کجایی پیت؟ همونجا بمون. انگار سرش شلوغه. اگه به مخزن آب نرسیم تکون بخور مایلز. من فقط یه زندگی عادی میخواستم. هنوزم میتونی داشته باشیش. دیگه خیلی دیر شده. یا پسر چرا مارکو نمیره برای خودش قلعه شنی بسازه؟ مامان همه چی خوبه؟ من پیش پیتم. میدونم تو همه شبکه ها هستیم. من دارم میرم کمک کنم که یکم منابع و تجهیزات تو محله جمع کنیم. گنگی برای تو مدرسه حاضری میزنه؟ آره میزنه ولی قرار بود بعد کلاس با مشاور جلسه داشته باشم و حالا مدیر فکر میکنه من میتونم با مدیرتون صحبت کنم ولی نیویورک الان به تو نیاز داره. بی‌نظیرترین مامان دنیایی. و خواهشاً مراقب باش. دوست دارم عزیزم. همین که مامان گفت نمیتونیم نیویورک رو ول کنیم. فقط داری شرایط برای خودت سخت‌تر میکنی مارکو. برام مهم نیست. کاش که میتونستم اینا رو توی مقاله بنویسم. میتونستم برم هر دانشگاهی که دلم میخواد. ولی من نه. مرد عنکبوتی درسته. نشخوار فکری رو بذار کنار مایلز. تمرکز کن.
آزاد چطور مرد عنکبوتی؟ تقریبا تمومه. راستش الان تو چنگ اونه. هی نگوی که میخواد مغزانو بخوره. نه اون میخواد منو بخوره. بیا به جای تو بهش نوشیدنی بدیم. تموم شد. نه پیت الان وقت اسباب بازی جدیده. آخرین بروز رسانی این لباس هنوز به ثبات نرسیده ولی هرچه باد. بالتاری داره کار میکنه ولی قضیه هنوز تمام نشده. مارکو تو اسکله 4 ساحله. اگه شنای اونجا رو جذب کنه چی میشه؟ همین الان این کارو کرد. الان به کمکت احتیاج دارم مایلز. باشه دارم میبینمش. درست پشت سرتم. مایلز ببین خودمو تو چه دردسری انداختم. مارکو باید آروم باشی. جون آدمای بیگناه تو خطره. تو به اونا اهمیت میدی ولی به من نه. اونا به مارکو گوش نمیدادن ولی نمیتونن مردشن یا نادیده بگیرن. مایلز خودشم. فکر دیگه ای نداری؟ چرا؟ کلاس مجدداً شروع میشه. کلاس؟ طوفان مارکو داره یارم الکتریسیته ساطع میکنه. حالا اگه تو ولتاژو بالا ببری چه برای سر کشش سطحی شن میاد؟ سنگ آذرخشی دقیقاً مثل وقتی که به کوچولوها انرژی میدم. یه نمره مثبت. تو انرژی لازم رو جذب میکنی، منم به سمت شلیک میکنم. ازم میخوای برم تو مسیر ساعده؟ از پسش برمیای؟ فقط یه رو برای فهمیدنش هست. یا الان یا هیچ وقت مرد عنکبوتی. باید عجله کنی. چرا شما تسلیم نمیشی؟ چون که قول دادیم از این شهر محافظت کنیم. همه چی خوبه؟ همه چی خوبه. شنی شدم. خیلی هم زیاد. مارکو همه چیز درست میشه. همه چی درست بود برای مدت طولانی. اگه کمک میخوای فقط لازمه که بگی. وقتی اونا بیان سراغتون این شما هستید که کمک لازم دارین. بیان سراغمون؟